دوستان منظره برفی یکمی دوشنبه رو ببینید. ساعتای 9:00 نگاه کنید چه منظره میگیم ناتکرار ممکن شود، ولی این منظره رو ببینید دوستان عزیز. دوستان عزیز ما در کجاییم؟ آفتابی درخشان چشم را میزند. به همه شما دوستان عزیز، این برف اول فیض و برکت بیارد از جانب خدا و زمستان به همه شما مبارک باشد. دوستان خنکی شروع شد. مبلغ هایتون را اینه که صرف نکنید تا که پول برق زیاد می شود در زمستان، برای که هر یک خانه خودش پچک‌های برقی زیاد طلب می کند. و به همه شما این سال نوی میلادی آمدش مبارک باشد و به همه شما پیروزی، سربلندی، خانه آبادی آرزو دارم. برای همون دوستان باز یک بار دیگر سلامت باشید. انا دوستان این باز نواری نوی برفی یکم، یعنی که دیروز نواری یکم رو گرفتم و این فرداش، یعنی که این سحر در یک روز چی تغییرات شد. برف هم خیلی کم شد ولی هوا ابرناک است. دوام میدیم اون طرف و از اون طرف یک توربای دود برویک داشتیم ولی نیست. حالا نگاه کنید کوه چمن ها چقدر تازه. ها کمتر نزدیک میکنیم. دیده دوستان برف خیلی پایان خنبیده است. چند خط پیش می شود. پیش هم شود خیره و ولی دیده ایستاده. چقدر کوه هم میتابد نزدیک هوا تا تازه. نه دوستان اون طرف راه آهن شده وокзал. او 015 نوار را دیده دوستان. کنی رنگ سامسونگ S24 پیش میبیارد. کسمان افتار رو میبینیم. پلوتون نپتون رو دیدیم دوستان. و همه شما موفقیت، صبح و شما فیض و برکت دارد. سلامت باشید. امروز 19 دکبر.
دوستان امروز 20 دکبر 2024 یا کنید روز از روز زمستانی سخت نزدیک شده است. این برف یکم رو ببینید چقدر چند قدر مونده است و دیروز 19 هم بود دوستان. ما کوه ها رو میدیدیم، اینک امروز نمیبینیم. یعنی رنگ سامسونگ پیش کنیم افتاب رو میبینیم ولی نه، پشت بجاست. خب دوستان با فردا رو نوار میگیریم. سلام دوستان عزیز، با نواری دیگر در 24 دکبر 2024 سال نگاه کنید. هر باری که میگذشتم همین منطقه را یک نوار میگرفتم. نگاه کنید امروز 24 دکبر چقدر همه جا تومان، یعنی که چی میگون، این نوار گذشته ها را میبینید چقدر از چی برسر شد و تا چی درجه اومد. نگاه کنید اینجا اون طرف مست ژده وокزال بود هست، بازی نمیبینیم. اینجا زاправка. هر روز که میگذرم اینجا یک نوار میکنم میروم و نگاه کنید دوستان افتاب چقدر. یعنی پیش کنیم چند تا میشه که کس من افتاب میبینیم. نه نمیبینیم. خب دوستان همین است. هوا به حد توما، یک 5 متر پیش رو اوجه نمیبینید. کنید دوستان عزیز از چخیل این آفتاب پشت ابر بجا می شود.